کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از غرق شدن باز 3 نفر خبر داد. از جمله نیمه دوم روز 4 ایول سال 2023 ساعت 17:10 در حدود جماعت دهات روشان نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان نورسان فوتبال بازی میکردند. در بین بازی بناگاه توپ فوتبال به دریا افتاده است. 2 نفر از این بچه ها که یکی 14 سال داشت و ساکن دهه ومر نویه روشان بود و دومی 12 ساله که از شهر خوجند ولایت سوخت به مهمانی آمده بود تلاش کردند توپ را بدارند، ولی هر دو به آب سرنگون شده غرق شدند. برای راه اندازی کارهای جستجویی دسته نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان به جای حادثه سفربر شده است. روز 4 ایول جستجوی جسدهای نابالغان نتیجه نداد و صبح 5 ایول کارهای جستجویی در ومر از سر گرفته شد. همچنین بنا به گزارش ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت نیمه دوم روز 3 ایول تخمینا ساعت 17:40 یک دختر 15 ساله جماعت دهات به نام حیدر عثمان نویه باباجان غفورов هنگام آببازی در یک مکان ممنوع در دریای سیر غرق شده است. نجات دهندگان به دریافت این خبر به جای حادثه رفته جسد دختر را از آب بیرون کشیدند و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. از اول سال جاری در تاجیکستان علکی حدود 80 نفر غرق شدند که بیش از نصفشان را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند.